خامنه‌ای بار دیگر ترامپ را تهدید کرد. میگوید قوی ترین ارتش دنیا به دست ایرانیان سلیه خواهد خورد که از جا بلند شده نتواند. رهبر جمهوری اسلامی همزمان با دور دوم مذاکرات گفت ناو هواپیمابر جنگی دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از آن سلاحی است که آن را به قعر دریا غرق می‌کند. آقای خامنه‌ای اضافه کرد که رئیس جمهور ایالات متحده گفته 47 سال است امریکا نتوانسته جمهوری اسلامی را شکست دهد. این اعتراف خوبی است، تو هم نخواهی توانست. این اظهارات در حالی مطرح شده که روسیه، چین و ایران در تنگه هرمز رزمایش نظامی برگزار می‌کنند. ترامپ اما ایرانیان را مذاکره کنندگان سخت خواند. سلام، به این بخش خبر و تحلیل از یک خوش آمدید. من احمد شاه شکوهمند میزبانتان در این برنامه هستم و این مهم‌ها را بحث میگیرم با دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه ارشد روابط بین الملل که از لندن با ما پیوستند. آقای فاطمی بسیار ممنون که فرصت دادین. همزمان و در آغاز دور دوم مذاکرات میان تهران و واشنگتن در ژنو، آقای خامنه‌ای به گونه مستقیم ترامپ را تهدید کرد و هشدار داد. اوضاع را چگونه بررسی میکنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما آقای شکوهمند و بینندگان سرویس خبری شما. خب یک جنگ روانی است که بین دو طرف روان است. خامنه‌ای لهجه سخت و تند استعمال میکنه، دونالد ترامپ هم لهجه تند داره، چرا که چون مذاکرات دوام داره. در مذاکرات همیشه اگر در میدان جنگ هستین جنگ قوت تشدید میکنین تا در مذاکرات دست بالا داشته باشین. اگر فرضاً در جنگ نیستین، در جنگ روانی هستین، باز تبلیغات خود قوی میسازین. شما گفتین که ترامپ گفته که ایرانیا مذاکرات‌های بد هستن. نه، بد نگفت، گفت که مذاکرات‌های سخت هستن. گفت بسیار مذاکرات‌های آسان نیستن که با اینا با آسانی انسان بتونه شرایط خود بالای اینا بقبولانه. یعنی به یک لحاظ توصیف سیاسیشان نکرده، بدشان نگفته. از این بابت گفت که مذاکرات سخت است، اما هر دو طرف گفتی را میفهمن که نتایج ازی وخیم است. از این بابت از احتیاط باید کار گرفته شود. یعنی مسائل به طرف حل باید بره، نه به طرف منجلاب و مشکلات. اگر به اون طرف میره نهایتا مسئله به طرف حمله میره. گفت که قبلا هم اگه اینا با ما مذاکرات مثبت میکردن شاید بی 52 را نمیفرستادیم به جانشان. هدفی است که اخطار برشان میته، بالای ذهنشان فشار میگذاره، اما این تاثیر به این نمیکنه چون فکس از دماغا. ایران میفهمه که چی را مذاکره میکنه، تا کدام هدف پیش میره، کدام. ایران ای فلکسیبیلیتی را ای بار داره که او میگه که ما حاضر هستم که غنای یورانیم خود 60% تخفیف بتم. یک ای چیز است. در مورد بالستیک میزایل او میگه که درست است، ما بالستیک میزایل دیگه با پیش نمیرم، یعنی ما ازی که قوی تر نمیسازم، مدرن نمیسازم. چیزی را که ساختیم امونجا برای متوقف باشه، چرا که دشمن ما ایره داره. اگر فرزن اسرائیل اجازه را داره در منطقه که میزایل داشته باشه و من نداشته باشم و مرا تو میگی که خیلی سلاح معنیش است که هر وقت اسرائیل بخواه بالای ما آمده میتونه و مثلا نداشته باشم. و این کار هیچ انسان عاقل نمیکنه. بنان او طرف با این پافشاری داره تا چیزی که ما ساختیم ایره قبول کو، یورانیم پایین میارم، یعنی او کانسیشن تا یک حد میته. امریکایی پافشاریش با این است که نه، غنای یورانیم حداقل 3 الی 4 سال با کلی متوقف بساز. سال 4 یا سال 3 به بعد باز ما بر شما یک چند فیصد اجازه میتیم. در قرارداد 2015 3.7% اجازه داده بودن برای ایران. حال گپ از 1.6% میگن، در حالی که برای ایران 3.7% هم کفایت نمیکنه برای انرژی که ایران ضرورت داره. ایران 20,000 مگاوات انرژی دفعتا ضرورت داره و برای از او امیر یک تراز که باید کار کنه و این انرژی را باید پوره کنه. بنان 3.7% ضرورت کشور ایران پوره نمیکنه. حداقل 15 الی 20% ایران باید اجازه داشته باشه و تا 20% در NPT اجازه است، چرا که تا 20% خطر اتم نیست. وقتی که از 20% به بالا تجاوز میکنه و طرف 60% و 90% میره، خطر ساختن اتم به وجود میاد. از او بابت به او اجازه نمیتن. امریکایی پار در یک موزه کردن که اول تا 3 الی 4 سال شما ایره متوقف بسازین کاملا و دیگه ایست که باز اگه اجازه میتیم 1.6%. چیزی که اصلا کمک نمیکنه. بنان مذاکرات ادامه داره. ممکن که در این دورم کدام نتیجه نده. به نظر من شاید نتیجه ندن، چرا که هر دو طرف فشار ازی است که اسرائیل
برای امریکا گفته میره که میزایلش هم قبول ندارم و غنای ایرانی میشه حتی 1% هم قبول ندارم. بله. در حالی که خود جمعی اسرائیل جنایتکار خودش هم اتم داره و هم میزایل داره. اینالی با کلی از عقل و منطق بشری دور است که خود یک انسان اسلحه در دستش باشه و به سینه شما مانده باشه و بر شما میگه که نه دست شور نتی، اگه تو دست شور میتی من میترسم، در حالی که اسلحه هم در دست خودش باشه. بله. یعنی ما شما در یک بنبست قرار داریم. از همین خاطر است که شما میبینید که جهان به حساب موقف ایران بیشتر تایید میکنند در ایسا. حتی اروپایی که طرفدار امریکایی بودن جنایت امریکایی را در گرینلند و در ناتو دیدن که چقدر بیرحمانه بالا از اونا حمله کرد، حال خاموش هستن. اونا میفهمن که ما طرف امریکا را گرفتیم، فایده نکرد. اینال اروپایی هم حتی به این متمایل هستن که با ایران باید نشست شود و بعض از صحبتاش باید قبول شود. منتها میزایلی را که فرضاً 12,000 کیلومتر میزنه، او را امریکا، اسرائیل ترس داشت، حال امریکا هم ترس داره، اروپا هم ترس داره. عدی بابا اینا میخوان کمی رنجش کمی پایین بیارن و اسرائیل به اندازه خود رنج پایین میاره، یعنی از 300 میگه بالا نساز، از 300 که بالا میشه به اسرائیل میرسه نساز. امریکا میگه که باید 8,000 و 12,000 نباشه چرا که به اونا میرسه. بله. و ایران مجبور است که دمی چیز بالانس خود نگاه کنم. میایم به طرف آمادگی های جنگی. در آمادگی های جنگی ما شما میبینیم که بر علاوه از که امارت اسلامی حمایت خود از ایران اعلان کرد و گفت که مشروط بر این است که اگر ایران از ما تقاضا کنه ما در پولی برادر مسلمان خود استاده میشیم. اما در پولی شما میبینید که چینایی ها این چیزا کردن، تعهد سپردن که در حدود 20,000 کماندو را روان خواد کردن و روس هم در حدود 30,000 کماندو را روان میکنن و ترکیه هم گفته که در صورتی که مذاکرات ناکام شه و امریکا حمله کنه قوای ما داخل خاک ایران میشه و از ایران دفاع میکنه. بله. کماندو از خاطر روان میکنن که چون قطعات کماندوی امریکا هم از طرف عراق به سرحدات رسیده و هم از طرف آرمنستان در سرحدات اونجا جای به جای کردن. بنان کماندو را کماندو جلوش گرفته میتونه. اگر عملیات کماندویی در تهران انجام میده، اگر قوای کماندوی چین و روسیه در اونجا باشه، بازی عملیات کماندویی امریکا موفق نمیشه. بنان هم مذاکرات روان است که از او امید کامیابی بسیار کم است. بله. و همچنان آمادگی برای جنگ در دو طرف به مؤخرین پیک خود رسیده. حالا فکر میکنین همزمان با جریان مذاکرات در ژنو و این هشدار و تهدیدی که حاضر جریان داره، گزارش‌هایی هم داریم که سپاه پاسداران اعلام کرده و چین و روسیه هم تایید کردند که رزمایش نظامی در تنگه هرمز برگزار میکنند. روز گذشته شاهد بودیم که ایرانی ها برگزار کردند و حالا هم رزمایش سالانه مشترک. چقدر فکر میکنین به عنوان یک اهرم فشار یا یک پیام مستقیم میتونه به آمریکا باشه؟ این کاملا یک چیز پیام نظامی است که میتن رزمایش انجام میتن و گفتن که ما میزایل خود در این منطقه تست میکنیم، رنج خود تست میکنیم و در این حال چون کشتی های همه جانبه در اونجا وجود داره، کشتی روسیه در اونجا است، کشتی های چین است، کشتی های امریکا اونا است و جنگ بحری است اینجا. مثل که جنگ دوم جهانی هم شروعش از جنگ بحری بوده، جنگ بعدن به جنگ فضایی و زمینی چیز شد. اول شروع از بحر مدیترانه و از ساحل‌ها شروع شد، از خود دریاهای اروپایی اچارگرد از اونجا شروع شد. این رقم ما شما میبینیم که جنگ بحری بیشتر از کشتی ها آمده، کشتی ها مجهز است. اما چیزی را که امریکا او را بهتر میدانه او است که اگر طوری که اونا میگن که ما رپید فورس استفاده میکنیم، یعنی قوی بالفعل و بالقوه را استفاده میکنیم که در زمان قلیل اهداف بزرگی را بزنیم و دشمن هم مفلوج کنیم. اما چون دشمن هم در مقابل چون ایران دشمن امریکاست، این آماده است اگر یک خطای امریکا صورت میگیره و ایران دست بالا پیدا میکنه، امریکا در منطقه ختم میشه. چرا امریکا در اینجا از دور است بسیار زیاد و مواد بسیار کم داره. فرضاً اما مواد آورده که اگر فیر کنه بازورده. ایران در منطقه است که
اگر موادش کم میشه، روسیه در پهلویش است، چین در پهلویش است، کشورهای دیگه از سپلای برش زود میرسه. برای امریکا کی سپلای میکنه و از کجا میکنه؟ امریکا بسیار دور است، به هزاران کیلومتر دور است. از این بابت خطر برای امریکا بیشتر است نسبت از اینکه اگر امریکا در پلان خود کامیاب میشه که ایران مفلوج کنه و بزنه، در اون صورت پلانشان کامیاب. اگر جزئی‌ترین خطاش صورت بگیره و پلانشان در مرحله اول کامیاب نشه، بنان در تخت و تابوتشان است، هم امریکا سقوط میکنه در منطقه و هم اسرائیل. و بیننده های عزیز، همکارم ندیم بهرام در همین مورد گزارشی آماده کرده که با هم میبینیم. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلنش. خامنه‌ای بار دیگر ترامپ را تهدید کرد. میگوید قوی ترین ارتش دنیا به دست ایرانیان سیلی خواهد خورد که از جا بلند شده نتوانند. رهبر جمهوری اسلامی همزمان با دور دوم مذاکرات گفت نو هواپیما برای جنگی دستگاه خطرناک است، اما خطرناکتر از آن سلاح است که آن را به قعر دریا غرق می‌کند. آقای خامنه‌ای اضافه کرد که رئیس جمهوری ایالات متحده گفته 47 سال است امریکا نتوانسته جمهوری اسلامی را شکست دهد. این اعتراف خوب است، تو هم نخواهی توانست. به نظرشون میرسه که مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلنش. میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. رئیس جمهور آمریکا در یکی از صحبت‌های اخیرش گفته که 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. شکایت کرده به مردم خودش. 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. این اعتراف خوبی است. بنده میگم تو هم نخواهی توانست این کار رو بکنی. این اظهارات در حال مطرح شده که روسیه، چین و ایران در تنگه هرمز رزمایش نظامی برگزار می‌کنند. ترامپ ایرانیان را مذاکره کنندگان بد خواند. من خودم به شکل غیر مستقیم درگیر مذاکره خواهم بود. طرف جمهوری اسلامی مذاکره کنندگان بدی هستند. امیدوارم این بار معقول باشند. در همین حال ایالات متحده از نزدیک شدن نو هواپیما برای خود در 700 کیلومتری ایران اطلاع داده. با این حال نتیجه مذاکرات در ژنو چی نتیجه خواهد داشت؟ جنگ یا توافق؟ تجمع بی‌سابقه نیروهای بحری و هوایی ایالات متحده آمریکا در نزدیکی ایران بیانگر است که آمریکا می‌خواهد که از طریق فشار هنگام مذاکرات، یعنی در جریان مذاکرات، به خواستهای خود برسند. اولا البته امریکایی ها چون تاریخ بر مذاکره دارن با هیئت ایرانی، ترجیح میدن که خواستهایشون از طریق مذاکره برآورده شود و الا جنگ با تمرکز بزرگ نیروها حتمی خواهد بود. این در حال است که تهران در مقابل تهدیدهای واشنگتن و تل آویو همواره از قدرت دفاعی خود سخن زده است. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموع خبرهای ساعت 10 شب از تلویزیون جهانی 1. از توجه و همراهی شما سپاسگزار. وقتتان بخیر و خدا نگهدار.